سلام، وقت همه عزیزان بخیر باشه. امیدوارم که سلامت باشید. تحلیل ارز یورو کد رو داریم. یه نکته بهتون بگم، این ارز کد با نفت خیلی کورلیشن داره و زمانی که نفت صعودی میشه کد خیلی تقویت میشه و عوضش یورو بسیار بسیار ضعیف میشه، چون مشکل در واقع انرژی دارن و خیلی خیلی وابسته به واردات نفت و گاز هستن. یورو کم رو محدوده 1.49.765 تا 1.50.761 این ناحیه بسیار بسیار مهمی داره و خدمتتون عرض کنم که یک حالت لیکویدیتی یا نقدینگی رو ما اینجا خیلی واضح داریم میبینیم. در واقع میتونه بیاد خیلی از تریدرها رو اینجا بیاد خریدار کنه و بیاد اینجا برخورد داشته باشه و بعد به سمت پایین حرکت کنه. بعد نکته ای که مهمه و برای من بسیار جذابه اینه که استاپش به نسبت استاپ کوچیکیه و ریواردش ریوارد خوب، یعنی میشه اینجا یک شورت پوزیشن در نظر گرفت، مثلا با یک استاپ حدوداً 100 پی پی. خب میشه یک ریوارد نزدیک به مثلا 500 پی پی گرفت. خب و حتی من تارگت 1000 پی هم رو این سیگنال میدم. حالا دوستانی که در واقع میخوان استاپشون کوچیک‌تر بشه وایسن، این قیمت که اومد نزدیک های اینجا یک تغییر یک ساعته دیدن بعدم ورود کنن و اونطوری خب خیلی امن‌تر و سیفتر هستش این ترید. و حواستون باشه ما اینجا این گلف دادیم، اومدیم اینجا لاغ کف اینجا رو زدیم. اینجا یک ناحیه بسیار بسیار برای من مهم هستش، حواستون به حجمتون باشه و اینکه یک سوینگ ترید هست، پس حجم و همه چیز رو می‌ذارم که رعایت کنید. این در واقع خدمتتون عرض کنم که لیکویدیتی و نقدینگی که ساختم برای من خیلی جذاب‌تر می‌کنه. امیدوارم که فرصت رو سلامت داشته باشید.